خب بچه امروز با هم 5 تا از بزرگترین یوتیوبرهای افغانستان که در داخل افغانستان فعالیت میکند را بررسی میکنیم. خب شماره اول کانال یوتیوبی طلویه که با حدودی واشتوی چینل رو 17,000 تا ویدیو پست کرده و همچنان 1.34 میلیون فالوور داره که روی مرگ بزنی مشخصاتش هست که 841 میلیون ویو تا هنوز خورده. در سال 2007 این کانال تأسیس شده، یعنی تقریبا 9 سال 11 سال پیش. خب کانال بعدی که هست کانال باربود میوزیکه. خب بیرم ویا کانال میزنیم با 1600 تا ویدیو 1.620 میلیون ویو سابسکرایب داره که ویدیوهایش هم کلن به اساس موزیکه و همچنان 1,218 میلیون ویو تا هنوز گرفته. در سال 2020 یعنی 6 سال پیش این کانال ساخته شده. خب کانال بعدی که هست کانال بعدی مانا موویز خب هم کانال مانا موویز در حدود 1,750,000 سابسکرایب داره و 225 ویدیو تا هنوز منتشر شده و همچنان در موضوع کانال کلا همین فیلم های سینمایی هندیه که بررسی میکنه به نظر. خب این کانال 439 میلیون ویو گرفته تا هنوز. از سال 2018 ساخته شده که حدوداً 8 سال میشود. و کانال بعدی خب کانال بعدی بندستویه که با حدود 548 دانه ویدیو 4,320,000 سابسکرایب داره و این کانال در بخش قصه گفتن و قصه های کارتون فعالیت میکنه که به زبان هندی هم قصه میگوید. خب کانال آخرین کانال که هست کانال خب هم از کانال آخریه که با 601 ویدیو 1.270 میلیون میلیون سابسکرایب داره که سابقه کانال را اگر بررسی کنیم کلن 1,026 میلیون ویو گرفته. در سال 2015 هم تأسیس شده. خب این بود از 5 تا کانال برتری در حوزه زبانی در افغانستان فعالیت میکند و در زبانهای مختلف